السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. استاد عزیز، علیکم یک السلام و سوال رحمت داشتیم. الله. پیش از سوال یک چیز پرسیم استاد جان. دو شبی قدر از دست دادیم، انا شب زنده‌داری لله و نکردیم. انا الیه باقی راجعون. ماندهش نیت کردیم انشالله که نیت کردیم که باقی ماندهش شب زنده‌داری کنیم. باقی نداره استاد جان. بله یکون اگر رفت و شبی قدر در همین دو شبی گذشته باشد شما شبی قدر از دست دادید، لیکن به هر حال حالی در پیش مثلا چند شش شب یا هفت شبی دیگر ای حرکت کنید، اینش از دست ندید. شاید شبی قدر در اینجا باشد. به هر حال اگر رفت و شبی قدر نباشدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم این 10 شب را با عبادت و طاعت و شب زنده‌داری می‌گذراندند. پیروی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنید و تبعوه لعلکم تهتدون. الله تعالی میگوید که پیروی و اقتدا به پیغمبر کنید تا اینکه هدایت یابید. حرکت کنید، غنیمت دانید باقی مانده شد. امید میکنم که جواب گرفتم. و دیدید تماشابینان عزیز وقتی که گفتند که 2 روزش ما از دست دادم، دوملا گفتند که ما از الله هستیم و بازگشتم به سوی الله هست. یعنی چون یک مصیبت قبول کردند. یعنی هر کسی که اگر از دنیا وفات کند این همین گونه میگویند مردم، یعنی که غنیمت دانید. واقعا شب‌های ناتکرار است و آیا الله خودش دانا است که سال دیگر به این شب‌ها میرسیم یا نمیرسیم. از این خاطر غنیمت دانید.